امروز گروه مهرپیوند شهر اسفره برای تبریکات معلمه مهربان و غمخوار، حلیم و خاکسار، دل و دیده همکاران و راهبر سرحرکت و مهنت‌دوست و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 آمد. و دائما همکاری با عائله مستحکم شد. همکاری با عائله مستحکم جنبست نزدیکم بگیم. ناز جنبست کرد، چهره جنبست کرد. آماده شده برای جنبست نیم ساله یکم آماده باشد. صفتناکی تحصیل بلند برداشته شود. حرکت کنیم بهای غیر کناربخش کم بوده. بهای مؤثر بلند شود. ما که زیایی هستیم باید ما کوشش آن را کنیم که شاگردان ما همچون انسان حقیقی به پایه رسیده پیرو پیشروی ملت و پرچمبردار وطن خویش باشد. دیرکتور این بارگاه معرفت معلم قاسمووا براعت خان صفریدینونا به سن مبارکی 58 قدم رنجه نمودند. از نام شاگردان، از نام فرزندان و همکاران برای تبریکات معلم آمدیم. معلمه همیشه کوشش میکنند مکتب آباد باشد، شاگردان در زندگی شخصانی موفق و نکونام باشند. برای همین تا حد امکان معلم عزیز و مهربان را خوشحال و خوشنود میگردانیم. معلم سرور و سرکار انسان، معلم نامبردار عزیزان و دهر به حدود و عالم و ده، معلم جمع اخبار پریشان. امروز در شهر اسفره زنی آبادکار و سازنده، معلمه مهربان و غمخوار، مادر ارجمند و گرامی و سرور مسئولیت شناس و سرحرکت، معلمه قاسمووا براعت خان صفریدینونا جشن زادروز دارند. امروز گروه مهرپیوند شهر اسفره برای تبریکات معلمه عزیز و مهربان آمده است. خیلی به همگان معلوم است تحت سروری معلمه مهربان مؤسسه مذکور یعنی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 در آزمون‌های ولایتی و جمهوری خوانندگانش اشتراک کرده، همیشه جایهای سزاوار و نمایان را اشغال کرده، نام مؤسسه مذکور و شهر اسفره را همیشه بالا می‌بردارم. من از فرصت مناسب استفاده برده از نام شاگردان نمکشناس، از نام همکارانی که معلمه همچون دل و دیده آنها هستند و از نام فرزندان خاصتا پسرشان اسرائیل جان که دوست و برادری ما هستند، از نام کل خویش و پیوندان معلمه را تبریک و مبارکباد گفته از درگاه خداوند کریم و معلمه عزیز اولا تن صحت، خانه آباد، ایمان و اراده قوی و در کارهایشان موفقیت‌های بی‌نظیر را آرزومندند. بگذار همه خیر پیشه و موفق و نکونام باشند. بگذار تحت راهبری همین معلمه بگذار آبرو و اعتبار همین مؤسسه باز بلند شود و شاگردانشان همیشه پیشه و دستبالا باشند و معلمه و من شما استادان و معلمان را همیشه خوشنود بگردم. زادروزتون مبارک باشد، سربلند باشید، مثل همین گل‌ها شکوفا باشید و سلطان غم چشم و چراغم مادر، تنها گلزار باغم مادر، بعد از خدا سلامت باشید. تشکر زیاد و همتون دائما با شما برای کار و فرزندانم که درکی دورند با آنها برای کار صحت و سلامت بندی آرزو میکنم. دائما با شما همه دائم صحت و سلامت باشید و پرچمبرداری وطن عزیز خویش باشید. این مبارکی 58 رسیدن سنی تبرک آرزو دارم همیشه آرزوهای همه خواهر عزیزم عملی گردد، همیشه در عائله خود خوش و خرسندانه زندگی کنم با فرزندانشون. آرزو دارم که خانه خدا رو زیارت کرده بیان و همین مکتبی که مکتب مقدس همیشه همین درگاهی مکتبنده با همین آموزگاران با ما باشن. تبریک. سربلند باشید. معلم استاد بهترین است، صفا بخشنده در روی زمین است، دهد علم و ادب بر نسل نمرس، بزرگی معلم در این است. معلمه عزیز
در این روزهای بهاری من از نام خودم، از نام تمام شاگردان و آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی اقلیمش شهر ایستپره شما را به مناسبت زادروز خجستتان صمیمانه مبارکباد می‌گویم. برای شما پیش از همه صحتی و سلامتی، عمر دراز بی‌خزان و خوشی‌های عالم را تمنا می‌کنم. بگذار همیشه در سر ما شاگردان خوشبخت باشید. مادر معنوی همین ما.